دست چویدی؟ بد کرد عباس، خاک برنگ عباس. بسر کاید بگیری اکه نه فهمیدم هر کی هر چی به تو بگه. استکه به تو بگه مگه بر تو از این بیترتر بی خورششتی. اینه شکار گیله دیونه شده گیله گیله بابا نورود بزنی گیله که این دیونه شده عباس بریادی. تو چری تو میکنی؟ بله خجالت کشیده دیونه رویدی به دست چویدی؟ چی؟ دیونه رویدی به دست چویدی؟ کی گفتی گپه؟ کی گوی گپه برای تو؟ عباس مثل که دیونه شده به دست تو چوی داده بابا نورود عباس نه گیله یاد داده که دیونه رویدی به دست چویدی. صبر کن جو بیایا بیار باشن لیلا اشتن گنجله اشتن گیلا یا هستی خوبی بچیم باشه. بیایی بچیم کجا بدی بچیم؟ چی گفایه باید بگم دادی تو کلون شده بود نزبت دال میکنی با ما هم ندیدی جون دگه چی؟ دگه هم بگو نه ما گفتن که بخواری بمونده به خونه اصلا او به سری پیه نمیارزه که کال بمونده 45 سال شده سندیو انا چرا نزبت دار نمیکنن چرا چیزا خب این که بخونه بمونده یا نمونده خود با تو نانه تو چی ربطی داره؟ خوب شما فایده شما چیه؟ فایده چیه؟ برارمه 100 ساله هم که نشه جارو به خشخش خو میارزه کی؟ جارو به خشخش خو میارزه جاری 100 سالشه خوارمه که 100 ساله هم باشه اگر 2000 ساله هم باشه به شما مردم ما نمیدم کشته تو میگی جاری خشخش میکنه برار خور بگردم گوش کشم چی میگم هر چی که او به خونه بمونه به فایده ما ظرف ما ششته میشه تخونی ما جاری میشه رخت ما ششته میشه کاروبار ما میشه زن ما مسویده این دیگه باید مادر تو چی ربطی داره که این گپار میزنه ها تو میگی خشخش جاری بلد نیه سرغی میگه هر چی که به خونه سکوه سکو گشته پاک میشه در پا تو تا حال زیر پاک هم تا پاک بدیده بری رختات 95 سال میشه تا حال نوشی با برتونه تم اگه دادی میدیشم رختات رو میشوش مادر تو که 20 سال شده کار کردن نمیتونه دیگه چی گپ داشتی؟ چی؟ دیگه چی گپ داشتی بگو که ما جواب تو بدم هیچی میگم میتونم فاری هم هست از تیرش از پیش تو بریم یک چیزی نگی کوکینه تو انا مال خوب هم کو گفتی تو مال خرج خود تو بگردن تو تاون با تو زنی می چکر کنی پیدا کرد از این گپار یلکو این مردم قدیم دروغ نمیگم آقا جان جاره به خشخش خو میارزه باشه فقط در ترخونه شما یه لقمه نمیخوره خونه ما میخوره 100 سال باشه بری 6 ماه خور جمع میکنم خوار منه به سر مغز داره تو بیامدی با ما راه یا گپ یاد میدی لختم میشه خب گردنم من خشخش میکنه باز راست میگفته آی سر چی شد جنگه آی سر چی شد جنگه میدونی نباشی دیلون چیکار میکنی گیلا جره میکنم کچری خشخش کنه کچری خشخش کنه خب خشخش کنه عباس لیلیلا هم بگو عباس هم بگو چی گفتم عباس لیلیلا گفته جره به خشخش مفتکه جری به خشخش خو میارده خشخش اشته میارزه برو برارم برو بکن که باید بیای روز خوب ای کارا شب نکن برو برار لقمه نونی برو برارم این مطالی عمردم قدیمه الباب خونه مرغا میدی او همین چند تا مرغا ما تخمخ کردی برفتم و دیشتم بدن دسته نه بابا جوان سده کی دیدی نگیلی نامردی بیدی دونی 12 ریپیه برو سنگه خونگی گیرونه که میشینی سفید به سری 6 ریپیه اینا تو اینا زمین تاسمان فرق میکنه خشخشی دولخ نکن خشخش میکنه خشخش میکنه این مطالیه برارم برو بکن که باید بیایه چطور مطالیه خو یعنی ضرب المثل مردم قدیم کاری که میکردم میگفتم جوری به خشخش خو میارزه برو برو جو برو برارم نست این نمیارزه نه برو به این کارا تو نی عقل تو میکشه نی تو خاکشی تا 40 سال آقا قیامت هم پیش تو به این گپا نمیفهمی نی هم به اون سین رسیدی که بفهمی برو خب استکر مد گردی منی خود چی خدمت برو پا خل که برو گردی من بگذاری با تا به قسمت کله میشی
پا خود که به تا سر بگذاری باز به قسمت اندازه نمیشی. چه خدمت کنم این گپ مفته تو یعنی چی؟ برو تو هم به خشخش خو میارزی بده. برو گیرم برو 4 تا گوسفندی به جلو خوکو بچرون سوار زمونا با آینده تو به خب درد بیا برای که تو را به جلوی خو کنم بگن. بیا که برای تو را به جلوی خو کنم. تو خود تو وقع غواری بسکویه تو گپ مفت به من میزنی. کردن تو با؟ خیلی از ایران میدون ماشالله. اشته نمیدی برو. خیلی هم رنگ بسکویی هم. ایت وقع براری نی. بله. با پیلو. برو گیل بوده. ایلا تو عدی داری دنیا خودی خونه چی ببینی؟ کل پاک تو. وای پیس بی با خدا همون هم تو نمیتونی ببینی. خب ماما گپ اول آخر خوب ما بگیم چی رقم میشه؟ چی رقم چی داره؟ ما گفتم چی گفتم؟ گفتم که جارو به خشخش خو میارده 10 سالن که باشه به خونه من دختر من جمع میکنم. خب جمع میکنی درسته که جمع میکنی جمع میکنی که گپی بود با تو بگفتم گپ اول و آخر معمونه. خب دختر من سنگینی نداره به خونه 10 سالم باشه که اون دختر منو جمع میکنه جارو به خشخش خو میارده. درسته که به خشخش خو کجا میارزه؟ او هم شویی به کار داره. شویی به کار داره من مفته بدم به مردم. پس نیت داری چند بسین از من؟ نه گفتم 5 لک ما به خونه بگفتم به تو. 5 لک؟ بله گپی بود که امور ما به شما بگفتم. ماما جیگر رستی بده که جارو به خشخش خو میارزه اونا که جمع کجا بفهمیدی؟ خب من تیر ما 5 لک من ندارم. خب که نداری دیگه ازم جلو من نگیر دیگه جارو به خشخش خو میارزه دختر منو به خونه منه ما جمع میکنم. من 5 لک ریفا کجا برم ولی دختر کجا بادم 40 سال 50 سال عمر نداشتی نمی آمدی به خودشونی. بیا که بریم با مزار مولا محمد جان اندر مزار سخی و شای مردان. رمضان اشته اینجا من خیلی تیار هستی میگم من می درختو رو وا کردم تا سرک جیرو کردم که جیر مثلا برار عباس مثلا لیلا مثلا یک دیگه به من میگم جیری به خشخش خو میارزه وا کردم هرچی خشخش کردم نمیارزید کسی نخرید چرا ایتن مردم نمیخره؟ ایلا تو امی گپ بشنیدی خود تو نفهمیدی که معنی از این چیه. این جارویی که جارو میکنم نگفتن که به خشخش خو میارزه. چی گفتم؟ این ضرب المثل قدیمه برارمه. مثل یا ضرب المثل فرق نمیکنه. مثل قدیم که میگم جارو به خشخش خو میارزه. یعنی چی مثلا که یعنی سکم به تو مثلا یعنی من میارزم به خشخش خو تو نه دیگه تو هر چه کلونتر میشی سرقیتر میشی چیزی گفتن که استفاده شه مثلا از یعنی من برابر یک جری ارزش ندارم اصلا تو برابر یک پوست پیاز چی که ارزش نداره گیلک تو تشکر لطف شما زنده باشه صلوات باشه گیلک من معنی جارو به خشخشو میارزه با تو بگم معنی اینه برارم خب گوشاتو وایه معنی اینه فرض مثال من موتور دارم از 20 سال پیش به خونه گذاشته اقو همسایه قوم خیش به من میگه این موتور به دردتون نمیخوره این بفروش یا پرتو کن من امو موتور خوش دارم امو جارو بهم خشخش خو میارزه امو بهم نبوتی و میارزه که بهم تا خونه گذاشته باشه برارم این معنی اینه که جارو به خشخش خو میارزه. اینو گپ شما میگم چون کشمیس یادون بداره تو رو برجمری برجی همینا همه مطاله میخوری دستاتو میلرزه ای یعنی چی؟ گیلک جو اینا مطالا مردم قدیمه 40 سال که عمرتونه 40 سال دگم با بالی و نباشه 80 سال تو نمیفهمی بز این مطالا تو بفهم صحیحه